بچه داشت شد اومد اینجا گفته که دم خانم دخترم میبرارم همینجا گفته زشو کوارتیر براد افشتی شما. این گروه ساکنان در شهر خوجند دعوا دارند که سال 2011 برای ساختمان منزلی بلندآشانه به شرکت بناکاری رستم کمپانی پول داده 15 سال باز نه خانه گرفتند و نه پولشان را. مدینه عالمجانова یکی از آنهاست. وی میگوید برای خانه 4 حجره‌ای پول داد و بر اساس قرارداد باید در سال 2014 به منزلی نو میکوچید، اما هنوز سرگردان است. سببش هم یکی است: فروختن یک خانه به چند نفر. بعد از چند سال میفهمم که پیش از من یکم آدم دیگه کس گرفتگی بود از این خانه. لوکی من وقتی که خانه ریمونت کردم اومده در شناندم. پیش از ریمونت کردم من خانه اومده در شناندم که اكو گفته نمیشد. گفته یکی میفهمم که پیش از منانگی آدم و یعنی عیناً همین شرطنامه هست. هرچند ساختمان بنا تمام شده است، ظاهر آن ویرانه را میماند. لاله کریمова ساکن دیگری خوجند هم در این بنا خانه خریده است، اما سالها باز آن را صاحبی کردن نمیتواند تا از رنج اجاره شینی خلاص شود. من 2 خانه 1 حجرگی خریدم همینجا. این 8 سال میشد که طول 8 سال خانه نمیتونیم گرفته. وعده بازی، مجلس بازی، دامادشان میبود، دخترشان میبود. این پال نیم خانه انیم هم میگود. یک خانه 3 کس 4 کس خریدگی. اكو اینجا همه گوشت یادکش نخورد، همه فرزند دارد. مالک شرکت بناکاری طالب عبداللهیف چند پیش از زندان رها شده. پسرش رستم عبداللهیف هنوز در محبس است. دادگاه آنها را با اتهام قلابی از آزادی محروم کرده بود. رادیو آزادی طالب عبداللهیف را پیدا کرد و سبب ماجرا و راه حل قضیه را از او پرسید. من باز 6 یا 7 ماه حقوقی کار کنیم نیسوله. در همان روزی که من حقوقی وای میکنم من کار سر میکنم. من یک بار دیگر به همون مقاماتم مراجعت میکنم، اما راهش گو منم شمایم این کار به مسئله و حل کرده نمیتونیم. برای همه ما وقت دکار. دعواگران با این شرط مالک بنا راضی نیستند. آنها میگویند که بارها چنین وعده را شنیدند اما نتیجه نگرفتند. من کو خانه دارم با هستن که به خانه ها همین قدر سال اسی همشون اجاره شین، اجاره پولی داده میشنن. هر بار میبیم یک بار مصلحت میکنیم، مجلس میکنیم، اینو طالبا وعده میتین که همش نقض میشد، هیچ نکی و ما بهبودی بینیم پیش برویم. ساکنان دعواگر و مالک شرکت میگویند تقریبا همه اداره های دولتی در ولایت سوخت از ماجرا آگاهند و امیدوارند که این معما هر چه زود حل و بحث و جنجال به پایان میرسد. بنیاد بناهای بلندآشانه سالهای اخیر در تاجیکستان بیشتر شده است. بعضی از ساکنان میگویند به این واسطه مشکل کمبود منزل جبران خواهد شد، اما ایده از صفت ساختمان ها راضی نیستند و برخی دیگر از آن شکایت میکنند که خانه سازان یک منزل را به چند نفر فروختند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.